این مثال داده شده بود. ما برای حل این مثال از هر یک اعضا برای آنکه کار ما آسان‌تر گردد یک جمع x کرده هر یک اعضای آن را به مخرجش تقسیم کرده گرفتیم و هر یک این را باشد به جدا جدا اینتگرال گرفتیم. در اینجا اختصار میشتگاش اختصار کردیم. بعد این مثال این گونه مثال آسان شد که در اینجا یک تقسیم کاسینوس کوادرات x ضریب dx، یک تقسیم کاسینوس اینتگرالی یک تقسیم کاسینوس کوادرات x تانجنس x می‌شود. باز یک تقسیم x یک تقسیم یک جمع x کوادرات ما باشد. یعنی وی درسی امروزه حاصل فونکسیون تریگونومتری چپه arc تانجنسی x می‌شود. در آنجا 3 ضرب یک تقسیم x کوادرات بود. برای همین در اینجا 3 ضرب arc تانجنسی x شد. یعنی نمود عمومیش تانجنس x پلوس 3 ضرب arc تانجنس x پلوس 3 شد. بعد مثال دومش باشد. مثال دوم داده شده بود. ما برای این یعنی چگونه که در بالا مثال را حل کردیم در اینجا نیست همین کار رو میکنیم. هر یک آن را اعضا به اعضا به مخرج تقسیم کرده میگیریم و هر یک آن را جدا جدا اینتگرال میگیریم. بعد اختصار میشتگیش اختصار میکنیم. بعد چنین شکل را میگیرد که یک تقسیم x کوادرات ضرب dx شد. یک تقسیم x کوادرات هم باید برای آسان شدنش از روی فرمول x درجهش n x درجهش n بیاریم که x درجهش مینوس 2 میشه. اینتگرال x درجهش مینوس 2 ضرب dx برابر میشه در مینوس x درجهش مینوس 1 و یک تقسیم یک جمع x کوادرات ما باشه اگر arc تانجنسی x برابر میشه. باز برای ساده تر نمودن مینوس x درجهش مینوس 1 و نمودی مینوس یک تقسیم x مینوسه و نمودی عمومیش مینوس یک تقسیم x پلوس arc تانجنسی x پلوس 3 میشه. مثال امروزه همین بود.